шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори 23-ум. ساعت 03:08 دقیقه ساربانی حامید پس میز کاری نشست. رسا بعد 10 دقیقه خواجه و در زیر وسیگی میلیسیونر وارد اتاق گروه ظهور شد. سردار این کس را به نزد شما فرستادند و طور رسمی گزارش داد. سرژانت علیوف: مرحمت، گذشته شنید. کرسی را نشان داد ساربانی حامید و چون جوانزن پیراهنی سیاه پوش آنه که ساعت پیشتر در بنگاه بیدیه گوشی فلک دریده به جنازه رفتنش را اثبات کردن میخواست، با دلی حزین ناچار به کرسی نشست. علیوف مثل خش به انجام رسیده حسابید که رخصتی رفتن پرسید. از پی کارتان شوید، گفت ساربانی حامید و چون سرژانت اتاق کاری را ترک کرد و کاغذها را از غله‌دان کاریش برآورده بالای میز گذاشت. نهایت او لحظه بروی مصاحبهش نگریست تا بفهمد که از آن کبر و غرور ساعت پیشتر داشته آثار مانده است یا نه. در نگاه اول او قریب تغییراتی را در سیمای مصاحبهش ندید. هرچند هنوز جوانزن لب به سخن نگشاده بود، ولی کاپیتان میلیسا گرگ را در جامعه میش دید. او که چند روز آخر حالنامه مصاحبهش را مورد آموزش قرار داده بود و چند ساعت آخر حرکت‌های جوانزن را با چشم خویش دید، به خلاصه آمد که صنعت تاجیک چنین یک نابغه را ندیده تلفات بزرگ داده است. آخر عقل کی میگیرد که پیراهن سیاه به بر کرده به صادر کردن جنایت رود و باز آب چشم ریخته اثبات نماید که به جنازه رفته ایستاده است؟ از احتمال دور نیست که با این پیراهن اون یک بار و دوبار برای مردم مرگ سفید برده است و این صحنه را هم بارها بازیده است. عموما او نقش خویش با تمام هستیش اجرا کرد، بیخبر از آن که کوزه نه همه وقت از ساحل بی آسیب برمیگردد. با همه این حسن خداداد چرا او به چنین راه رفته است؟ اگر 4 سال پیش مفتش ناحیه سینا رحمدلی ظاهر نمیکرد، شاید امروز این کس اینجا نمی نشست. ببین، مفتش عاقبت کار خویش اندیشه نکرد و جوانزنی را که شاید آن وقت جنایت را پنهان کرد تا به جنایت کلان کشید. آن همین است نتیجه ترحم بی عمل. شاید در همان وقت زیر کاسه نیم کاسه بوده است. آخر ببین خالی بین ابروان او را که با آن حسنی چون ماه داشتهش حسن نوزم کرده است و شاید مفتش هم در گرداب عشق او درمانده باشد. حتی در همین پیراهن سیاه هم او قادر است به دل هر مرد پیکان زند. مادامی که چنین است، پس میلیسا هم استثناء شده نمیتواند. باز او چی بهانه میکرده باشد؟ شاید از لحظه اولی پرسش به هجوم گذاشتن لازم نیست. سر اول همین گناهش را نسبت به 10 کیلوگرم مواد مخدر که از افتماشینش گرفتیم دین نماییم. سپس کاهی کهنه را مرگ صالح جلیل در نظر است باد میکنیم. در حالتی که صاحب اتاق حالنامه مصاحبهش برگردان میکرد، مصاحبهش نیز راههای از این ورطه برآمدن را اندیشه داشت. عجیب، چرا تمامی میلیساها امشب سری راه برآمدند؟ آخر ما ساعتی 23:40 از پیش همین بنگاه بیدیه گذشتیم. به فکرم در آنجا پشه پر نمیزد. پس چی شد که بعد ساعت 24 در حالی که تمام مردم در خواب بودند در بنگاه میلیساها پیدا شدند؟ مثل زنبورق بعد باران میلیسا برآمد. شاید آنها از قفای ما نظارت داشتند. به کدام مقصد؟ یا همین خیلی تصادفاً رید گذرانیدند؟ اگر تصادفاً باشد چی خوب، وگرنه دل دختر را وهم زیر کرد. آخر او خود شنید که پرکراتور این ناحیه گلاباد نسبت به مرگ صالح جلیل پرونده جنایی آغاز کرده است. رفت و میلیساها در این باره هم او را پرسند. حتی برای چنین حالتها او با دوران مصلحت هم نکرده است. رفت و دوران همه را قائل شود چی؟ ببین، ما عاقبت کار را نسبت به شف محاکمه نمودیم، ولی باری هم میلیسا را به یاد نآوردیم. من از هیچ همه ساختم، ولی همه را به اینابت نگرفتم. از همه پیش به بنگاه بیدیه همین میلیسا آمد. چرا او لباس میلیسگی ندارد؟ او چی وظیفه داشته باشد؟ معلوم که بعد همان کلانشان همین کس است. در بنگاه هم کلان میلیساها چند مراتبه به نزد همین کس رفته چیزی پرسید.
مادامی که چنین است، این کس را نیز مقام و مرتبه کلان است. چرا او به دهن آب گرفته است؟ یا شاید گمان دارد که اولین شده من به گپ می درایم. نه، خوابت را به آب گوی. شاید حسن بنده او را مفتون کرده است. ای کاش همین خیل می شد. ببین، خود را طرزی وانمود کرده است که بیننده گمان سازد که از او دیده بیچاره و اوالک نیست. نه، در حقیقت صنعت ما تلفات بزرگ داده است. خیر، کنی ببینیم چی میخواند. فامیلیا، نام و نام پدرتان. نهایت به خاموشی نقطه گذاشته پرسید صاحب اتاق. خواجه و لیلی انور رامنه. روز، ماه و سال تولد 19 ایونی سال 1980. جای تولد دهه آبادان ناحیه راغ. جای استقامت شهر دوشنبه، کوچه گلی سرخ 28/3 حجره 16. معلومات عالی اقتصادی. جای کار موقتا در یگانجا کار نمی کنم. جهت عائلوی به شوهر. شما همچون گمانبر در انتقال مواد مخدر دستگیر شده اید و شما حقوق دارید. نه، به من حمایتچی هم لازم نیست و فکرم شما اشتباه کردید و باوری دارم که همش در همین ساعتهای نزدیک حل می شود. چه خیلی ما اشتباه نمودیم. اگر ما را تصادفاً دستگیر کرده باشند، دوران هرگز مرا نمی فروشد، چون که او از محفل همدلان مثل بلا می ترسد و اگر سی را آشکار سازد می داند که دستی دراز همدلان او را زنده نخواهد ماند. نه، اون منقوط تیار است و از مردن می ترسد. به فکرم همه گناه را به گردن خویش می گیرد. ولی اگر اینها گناه او را در مرگ صالح جلیل دین سازند و این مرا چون یاوری شیخ معرفی خواهد کرد، در آن وقت دیگر راهی گریز نیست. ولی حاضر از دل گذران او و با آوازی شنوا گفت. بهتر می شد که در این باره صاحب بار را می پرسیدید و به فکرم او همش را تصدیق می کرد. من به شما فهماندم که به گناه خویش اقرار شدن درجه گناه را سبک می کند. صاحب بار را باشد می پرسیم. در عینی وقت ما شما را همچون اشتراکچی در جنایت گمان بریم و هیچ علاجش نیست. نخواد که از سود کردن این زن مشتیپر شما حلاوت برید. ما از دایره قانون بیرون برآمدن نمیتوانیم و در قانون نسبت به جنایتکاران جزای یک خیل است. در آنجا زن و مرد را جدا نکردند. پس از نقطه نظر شما من جنایتکارم؟ حالا که ما گناههای شما را دای نکرده ایم، شما گمانبر در جنایت حساب میشوید و به فکرم ثابت کردن گناههای شما دشوار هم نیست. مادامی که چنین باوری دارید، چرا وقت خویش بیهوده صرف میکنید و بهتر نیست که یک باره به من عیب اعلان نمایید؟ به فکرم از عالم تفتیشات با خبر است و این درس را او از کی آموخته باشد. شاید از همون مفتشه که ترحم را بهرش روا دید. از دل گذران ساربانی حامید و با آوازی بلند گفت: طاقت کنید، به آن وقت هم خواهیم رسید. آیا گناه شخص را دین نکرده او را گناهکار شمردن خوب است؟ شما خودتان به بیگناهیتان باوری دارید؟ گناهی من همین که مردی مسافر را روی راه دیده او را سوار کردم. دیگر گناهی را در خود نمیبینم. و از کجا آن مرد را سوار کردید؟ افسوس که همین طرفی مسئله را با دوران محاکمه نکردم و اکنون این طرفی مسئله به فایده اینها است. از دل گذران گرد آفرید و با آواز شنوا گفت: از راه، محله راه را نامبر کنید. در تاریکی من نفهمیدم که آن محل کجاست. به هر حال در راه هم یگان نشانه را ندیدم. شاید او خودش داند که از کجا سوار شد. دروغ گفتن تاریکی ایمان است و من به شما باز توصیه می‌دهم که راستش را گویید که این تنها به فایده خود شماست. راستی را باشد زوال نیست. چی شما به سخنان من باوری ندارید؟ افسوس که نیه. شاید سببش آمودگی است که راست گفتن من به منفعت ملیسا نیست. بهتر میشد که شما اول گریبان خویش بوی میکردید. ملیسا به یاری شما احتیاج ندارد. هرچند خودم باری هم با ملیسا سر و کار نداشتم، ولی حالتهای را میدانم که نسبت به تازگی صفای ملیسا شبهه میکنم. چه خیل با ملیسا سر و کار نداشته اید و نسبت به تازگی صفای آن شبهه میکنید؟ میپرسم که اقلا همین سخنی مرا رد نکنید. خودتان مرا به گفت و شنید روی راست دعوت کردید و اگر به همین سخنان هم باور نکنید، اعتقادی من نه این که از ملیسا بلکه از شما هم میگردد. ملیسا این کلمه در شکل کول است و آن را در همین شکل سیاه کردن این مثل آن است که پشت به خورشید گردانی. در حقیقت هستند نفرانی که تصادفاً به صفحه ملیسا با راهی تقابازی و دیگر حالتهای نامعلوم داخل شدند. شعار آنها اصلاً یک روز باش و خروس باش است و میماند. ما از همین نفران داغ‌های ملیساند. برای شما یک مثال می‌آورم. 4 سال پیش در ایام زردآلوپس، جوانزنی در افتماشین شخصیش یارش را که به انتقال مواد مخدر مشغول بوده است، به کیلومتر 8 شاهراه دوشنبه قره‌طاق برده است.
در حقیقت در وقت داد و گریفت مواد مخدر زن از افتماشین برآمده به طرف راه به تگ درخت زردآلو رفته است و چون داد و گریفت مواد مخدر انجام یافته است، آن زن به نزد افتماشینش برگشته و به همان شخصی که مواد مخدر را خریداری کرده است 2 دانه زردآلو داده است. به فکرم جوان زن در یک نگاه به دل آن مرد پیکان زده است. بعد چند ماه آن مرد به دست افتیده است و آن که او را به این کار جلب نموده بوده است و هم خانمی به جای حادثه رفته را از روی نشانه‌های ظاهریش فروخته است. انا در همین وقت مفتشی که پرونده جنایی را می‌برده است نسبت به جوان زن ترحم ظاهر نموده، نامش را در حجت‌های تفتیشاتی ثبت نکرده است، بی‌خبر از آن که ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمگاری بود بر گوسفندان. به کدام مقصد مفتش این کار را کرده است خودش می‌داند و خدا. ما بر آن اندیشه ایم که مفتش با این عمل ناجای خویش همان جوان زن را در صادر نمودن جنایت‌های نوبتی دلیرتر نموده است. چه خیل؟ پرسید خواجه ایوان. اگر مفتش رحمدلی ظاهر نمی کرد و در همان وقت دفتر اعمال جوان زن ورق می زد، از احتمال دور نبود که او را تنها برای پنهان نمودن جنایت به جوابگری کشند. شاید او همان وقت هم اشتراکچی جنایت حساب می شد و در آن صورت هم سود همه حالتهای سبک کننده را در رفع عملیات سودی و برآوردن حکم به انابت می گرفت. عموما در هر دو حالت هم جوان زن امکانیت بیشتری از جوابگری برآمدن را داشت. پس چی شد؟ چون جوان زن از جزا برکنار ماند دلیرتر شد و نفسی بدش او را برای صادر کردن جنایت‌های نوبتی هدایت کرد. عجب که این کس سرگذشت خودی مرا گفت کو از کجا او از این با خبر شده باشد. آیا او می‌دانسته باشد که همان جوان زنی گفتگیش حالا در رو برویش نشسته است؟ هرچی هم باشد او به من فهماند که همه گونه حیله و نیرنگت بهوده. همش عیب خودم شد که من ملیسه را عیبدار کردنی شدم. ایاس قدر خود بشناس. گفتن این مردم محض برای چنین حالتها بوده است. من باشم با همه گناه خویش باز تیغ و تبر گرفته به سری ملیسه خیستم. خواستم او را ترسانم که ما هم میدانیم شما چی کسید، ولی همش از بد بدتر شد. هر آنچه که نسبت به آن جوان زن گفت ذره مبالغه نداشت. از آنچه که او درباره آن 2 زردآلو گپ زد معلوم که به نزدیکی با فیض‌الله واخورده است. شاید سبب مرگ صالح جلیل او را به نزد فیض‌الله برده است و قمر ویساویچ هم هر بغض کنه‌ای که در دل داشته است از سینه بیرون کرده است. صدقه این نام مردی شود، مگر شرط بود که درباره من هم سخن نماید. تا کنون گمان داشتم که او نام من از تفتیشات پنهان داشته است، ولی این همه خدمت خودی مفتش بوده است. همش چون کینا. شاید بعد چند سال از روی این حادثه فیلم آفرند، مگر از این به ما سودی هست؟ نمیدانم، ولی آیندگان باید از آن پند گیرند. مگر بهری پند گرفتن در آن لحظه هست؟ حادثه مذکور را به گمانم همین خیل پیشنهاد نمی کنند. چطور؟ با آن آب و رنگ بدیهی می دهند و لحظه های را از زندگی نامه آن 2 دلداده که در خون هزاران نفر مردم ضامن شدند روی صحنه می آورند که تماشابین انگشت حیرت می گزد. شاید گریبانش را داشته توبه می کنند و با قهرمان های مرکزی که در مکر شیطان را هم گذاشتند نفرت می خوانند. همین لحظه هایش درجه کلمیناسیونی فیلم خواهد شد. الله همین خیل گوید؟ همین خیل. چرا او به من چونی نگاه می کرده باشد؟ نه، نگاه او نگاه عادی نیست. نگاهش چون نگاه همان تماشابین پر از نفرت. شاید او علاقه حادثه مذکور را با همه آب و رنگش در تخیلات خویش برکشیده است. چرا او یک و یک باره به سری مقصد نمی آید؟ با همه دلیل های داشته خویش او امکان دارد که یک و یک باره به هجوم گذرد. نمیدانم چی گویم. به فکرم اصلا بهترش به سوال های او جواب دادن است. زندگی نامه من و صالح جلیل این پند بحری آیندگان می گردد و هرچند آن باعث نفرت مردم خواهد گشت ولی ما را در تاریخ باقی خواهد گذاشت. مادامی که قمر ویساویچ رحمی بنده نکرده است، پس کجاست کفالت که دوران مرا نفروشد؟ بهتر نیست که من خودم همه گناه را به گردن او بار کنم. هجوم واسطه بهترین مدافع است. چرا من از همین امکانیت آخرین استفاده نبرم؟ از دل گذران دختر و با آوازی شنوا گفت: بهتر بود که شما به سری مقصد می آمدید. رفت شما باز کوشش ما را به اشتباه انداختن نمایید. من به صحبت نقطه می گذارم. کوشش می کنم که یگان حالت را پنهان نمی کنم. بسیار خوب. آیا شما حالا ما را باور می کنید که مسافر را نمی شناسید؟ نه، من او را می شناسم.
فامیل نام و نسب مسافر. فامیل او نسبش را نمیدونم. نامش دوران. باری از بغاچ افتماشین یافته شده از کجاست؟ بارا خودی دوران از موضع خشککدره دریافت. چی در خشککدره مواد مخدر کشت کردند؟ نه، به آنجا بارا کوریر آورد و به دست دوران داد. نمیدونم، من از راه نبرآمدم. چه خیل به این موضع آمدید؟ با سفارش کی؟ با خواهش دوران. به یاد آورید سخنان او را که شما را به اینجا آورد. دوران گفت که امشب از ساحل آمو کوریر می آید و او را پیشواز گرفتن لازم. به هر حال شما خود را در انتقال مواد مخدر گناهکار می حسابید یا نه؟ ها، قسماً. چرا قسماً؟ چون که فایده بار به کجا می رود من نمیدانم. گناه بنده همین که به گپی دوران گوش داده به اینجا آمدم. از شهر کی خستید؟ بعد شام در راه یگان حالت را نخوردید که به فکرم یک افتماشینی وز 2109 تا برآمدگاه شهر ما را دنبالگیر کرد. همین حالت ها را حس کرده از راه خش نگشتید. ما باوری نداشتیم که کسی از دنبالمان است. شاید یگان علاوه داشته باشید. چه علاوه؟ فرض نمودیم یگان علاوه که اصل واقعی در موضع خشککدره یافتن 10 کیلوگرم مواد مخدر را ارزیابی کند. من گفتم که دوران بار را از کوریر گرفته است. ما باشین در دیگر عقیده ایم. چی شما به سخنان من باور نکردید؟ تا به همین لحظه باور کردم، هرچند قسمی کمی از نشان داد شما تحریری جدی می‌خواهد. چه خیل تحریل؟ شاید خطای مرا افشا سازید. به نشان داد شما تنها دوران میتواند تغییرات علاوه ها داخل نماید. تا آن حالت ما از تحریری نشان داد شما خودداری میکنیم. یعنی به دوران باوری بیشتر دارید؟ هرگز این خیل نیست. ما نشان داد هر کدام شما را در علاهیدگی گرفته مقایسه میکنیم. چون این مقایسه کنی یگان نتیجه میدهد. البته در آن صورت ما درجه گناه هر کدام را در علاهیدگی در ترازی قانون میگذاریم و از روی وزن آن نقش هر کدام را هنگام صادر شوی جنایت معین مینماییم. رفت و دوران دروغ گوید چی؟ چرا او دروغ میگفته است؟ او از دو سر نقش خویش را در صحنه شرح و ایضاح میدهد. من چی؟ تاکنون شما دوران را در نقش اساسی معرفی نمودید و با گمان است که او نقش شما را در صحنه از نقش خود بالا نگذارد. در جایی که مرد است هرگز زن صاحب نقش اساسی نخواهد شد. 100 مکر کند شیطان شاگردی زنان باشد. ما یک قطار حالت‌هایی را می‌دانیم که مدامی که می‌دانید چرا به دهان آب گرفتن نشسته اید. تکرار هم شود باز می‌گویم که توبه در همه حالت پذیرفته خواهد شد. باز از من چگونه توبه را انتظارید؟ آخر من همه گناه خویش به دوش گرفتم. نخواد همه جنایت‌های ناگشاده ملیسا را به گردن بنده بار کردن خواهید. هرگز این خیل نیست. من بسیار میخواستم که شما دوام فیلم تهیه نموده بنده را شرح و ایضاح میدادید. صد افسوس که تاکنون در کینماتوگراف قوه خویش نسنجیدم. این کار دشوار نیست، مهمش آن که شما به ما باور نمایید. اگر بنده به شما باور نمیکردم هرگز چون یک جنایت وزین را به دوش نمیگرفتم. مادام چنین است من مجبور میشوم که موافق وعده دادم به صحبت نقطه گذارم. فکر میکنم که صحبت ما کفایه بود. آنچه که شما خواستید بنده به یگان پافشاری شرح و ایضاح دادم. افسوس که نه همه‌اش را نفهمیدم. چی را در نظر دارید؟ پیش از همه نه از این بیش از زبان من سخنی نخواهید شنید، گفت خواجه ایول. پس ما مجبور میشویم که از دیگر ساحل به بحر براییم. گمان دارید که به هر حال ما به همین چیز امید میبندیم. چی باید کرد؟ معلوم که با دستاورد خویش قانع نمیشود. مقصد او را تماما دیگر است. هرچی هم نباشد میخواهد قاتل صالح جلیل آشکار سازد. چون در زیر وثیقه سرجنت ملیسا علیف گمانبر شده خواجه و از اتاق کاری گریزوف برآمد، ساربان حامد ماندگی را حس کرد. او به یاد آورد که تمام روز سر پا راست بود و اکنون خواب صبحگاهی دست خویش از او بالا گرفته است. وقتی خواب نیست زیر لب غنگاس زد او و از جای برخسته نزد تیریزه رفته آن را کشاد. شمال سیرون سر و رویش پلماسیده وارد بینا گشت. شاید هوای گرم و غلیظ بینا به هجوم اولین تاب نآورده جای خش به شمال خنک داد و خود به واسطه در کشاده به راهرو برآمد. ساربان حامد چون مجسمه پیش تیریزه راست ایستاده به ستاره های آخرین در کیهان شنا کننده که تا رفت جلوی خش گم می‌کردند نظاره داشت. صبح می‌دمید. شمال صبحگاهان آنقدر سر و روی او سیله کرد که خواب چشمانش را مثل ستاره‌های در فضای بیکنار پنهان شده ترک کرد. نهایت او با سری میز کاری برگشت و از بین کاغذهای جوزدان آن کاغذ 4 قد نموده را که اول شب پیش از عملیات گذاشته بود بیرون آورد. دایره‌چه‌های زیر قطب‌ها موج خیالات او را به قفا بردند. گویا همش دیروز بود.
همگی 2 روز پیشتر بعد رفتن سمندری رحیم و به موضع خشککدره فرستادن گوریزوف، او بالای این لسانی سفید که بعدتر آن را 4 قد نمود زیاده از 1 ساعت معاینه آب کرده بود. ساربانی حامد واخوری لحظه پیشتر با خواجه و داشته‌اش را پیش نظر آورد. او چشم از دایره‌چه ها و خطهای پیوست کننده آنها نکنده همه را در یک جایگی با نشانداد خواجه و در میزان عقل برکشید. دایره‌چه ها و نشانداد خواجه و نوک‌های مقابل آهنربای را می‌ماند که قوه کشش داشتند. کاپیتان میلیسا در جدا کردن نوک‌های مقابل نام آهنربا تلاش زیادی به خرج داد، ولی بخت بر رویش نخندید. در مرکز لیسان دایره کلان مسکن گرفته بود که در داخلش با حرفهای خانا خشککدره ثبت نام شده بود. محض همین دایره یدرای مرکزی بود که دایره‌چه های زیر قطب‌ها در گردش دور می‌زدند. نه، دایره‌چه ها دور نمی‌زدند، چون که آنها نه سیاره بودند و دایره مرکزی نه آفتاب. همه آنها در زیر اطاعت انسان بودند و همگی 2-3 روز پیشتر سروکالتدار کافتکاو جنایتی شعبه کارهای داخلی ناحیه سریچشمه کاپیتان میلیسا ساربانی حامد بعد اندیشه های زیاد مثل شطرنج بازی ماهر آینده حریف را در میزان عقل برکشید و با خلطه های راست آنها را با هم پیوست. خطی از قطب شمال سرچشمه گرفته از مرکز یدرا گذشته با قطب جنوب پیوست شده بود. هرچند قطب شرق و غرب از مرکز یدرا نمی گذشتند، ولی بعد تلاش‌های زیاد ساربانی حامد قطب شرق را به جنوب و قطب غرب را به شمال پیوست که آنها نیز در مجموع به واسطه خطی از قطب شمال به جنوب پیوست شده غیر مستقیما با مرکز یدرا پیوست شدند. این بگاه او با چشم خویش دید که خواجه و ناشناس چطور میل مرکز یدرا نمودند. در شب تار هم مرکز یدرا چون شمع نورفشانی داشت که خواجه و ناشناس چون پروانه میل آن نموده. تا کنون مقام و غرب و شرق بهر وکالتدار کافتکاو جنایتی تاریک بود، ولی خود شمال و جنوب می توانستند به آن روشنایی اندازند. در تجربه کاری او نهایت کم حالت‌هایی بودند که گمان بر شده قریب به یگان مقابله در بین 1-2 ساعت گناه خویش به دوش گیرد. از آنچه که خواجه و گناه خویش را در دریافت و انتقال مواد مخدر به دوش گرفت او خرسند نشد. اصلا او غلبه آسان را نمی‌پسندید و هر آنچه که خواجه و بهر او گفت زیر کاسه نیم کاسه داشت. رفتار خواجه و تاکتیک هجوم را در جنگ طولانی می‌ماند که توجه دشمن را به قوه نه چندان زیاد در یک سمت به سوی خویش جلب نموده او را به هجوم نمودن وادار می‌ساختند. چون دشمن تمام قوه خویش به همین سمت روانه می‌ساخت، آنهایی که چنین نوع هجوم را به نقشه گرفته بودند تمام قوه‌های گرد آورنده خویش را که در سمت مقابل پنهان نموده بودند بهر هجوم در سمت بی قوه مانده دشمن سفربر نموده فرانت دشمن را رخنه می‌کردند. ساربانی حامد به خلاصه آمد که خواجه و بهر آن گناه خویش به گردن گرفت که ما او را به حالش گذاریم و گناه دیگری او را که در قیاس نسبت به اینش وزنین‌تر است جویا نشویم. سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربانова. پایان گفتار 23. دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.